تا حالا شده با خودت بگی چرا فلانی که هوشش نصف منه الان داره سومین ملکشو میخره ولی من هنوز دخل و خرجم با هم نمیخونه؟ چرا اون همکلاسی خنگ دوران دبیرستان الان یک کسب و کار آنلاین برای خودش راه انداخته و من هنوز دارم رزومه پر میکنم برای یه حقوق بخور و نمیر؟ این سوال یه شب و دو شب نیست. این سوال هر روز داره مغز هزاران جوون مثل من و تو رو میخوره. سوال اصلی اینه: پولدار شدن واقعاً هوش میخواد یا شانس؟ بذار همین اول یه سیلی محکم به واقعیت بزنم. اگه فکر میکنی فقط با شانس یا فقط با آیکیوی بالا میشه به جایی رسید، همین الان ویدیو رو ببند و برو یه سریال دیگه ببین، چون حرفای من به درت نمیخوره و فقط وقتت رو تلف میکنی. اما اگه بدونی بازی واقعی چیه و چطور میتونی قوانینش رو به نفع خودت تغییر بدی، چند دقیقه با رفیقت باش. قول میدم پشیمون نشی. اول بریم سراغ این داستان تکراری شانس. آره قبول دارم، یه عده هستن که انگار با دندون طلا به دنیا اومدن. ارث قلمبه بهشون میرسه، لاتاری برنده میشن یا یهو زمینی که مفت خریدن اتوبان از بغلش رد میشه. ما به اینا میگیم شانس کور. مثل یه صاعقه میمونه. ممکنه بهت بخوره ولی احتمال این که خاکسترت کنه بیشتر از اینه که بهت قدرت ماورایی بده. مشکل اینجاست که اکثر ماها زندگیمون رو بر اساس احتمال برخورد همین صاعقه بنا می‌کنیم. منتظریم یکی کشفمون کنه، یه فرصت بادآورده بیاد در خونمون رو بزنه یا یه شبه قیمت فلان ارز دیجیتال 1000 برابر بشه. این انتظار مثل سم عمل میکنه. آروم آروم انگیزه و تلاشت رو فلج میکنه و تو رو تبدیل به یه تماشاچی تو بازی زندگی خودت میکنه. اما یه نوع دیگه از شانس هم وجود داره. لوی پاستور، همون دانشمند معروفی که شیر پاستوریزه رو مدیونشیم، یه حرف قشنگی زده. میگه شانس به سراغ ذهن آماده میآید. یعنی چی؟ بذار یه داستان برات تعریف کنم. چند سال پیش که تازه کارامو شروع کرده بودم و وضع مالیم افتضاح بود، یه ایده به ذهنم رسید. یه پلتفرم آنلاین برای اتصال طراحای گرافیک دورکار به شرکت‌های کوچیک. شب و روز کد زدم. با چند تا از دوستام صحبت کردم و یه نسخه خیلی داغون اولیه از سایت رو آوردم بالا. 6 ماه گذشت. هیچی. دریغ از یک مشتری. هر روز به اون کدای لعنتی نگاه می‌کردم و با خودم میگفتم آخه کدوم احمقی همچین کاری میکنه؟ کاملا به فکر جمع کردن کل پروژه افتاده بودم که یه روز یکی از دوستای قدیمی که توی شرکت بزرگ کار میکرد زنگ زد و گفت آقا ما یه کمپین بزرگ داریم، سریعا به 20 گرافیست نیاز داریم، تو کسی رو سراغ نداری؟ بوم، این همون فرصت بود، این همون شانس بود. اگه من اون 6 ماه قبل اون سایت رو راه ننداخته بودم، اگه اون شبکه کوچیک از طراحا رو دور خودم جمع نکرده بودم، این فرصت میلیونی مثل یه نسیم از بغل گوشم رد میشد و میرفت. من شانس نیاوردم که دوستم بهم زنگ زد. من شانس ساختم، چون از قبل خودم رو آماده کرده بودم. شانس بارونیه که میباره. این که تو تراکتور تو آماده کردی و زمین تو شخم زدی یا نه، اون دیگه پای خودته. حالا بریم سراغ قسمت دوم ماجرا، هوش. الان یه عده با خودشون میگن آها دیدی، پس باید باهوش باشی. من که مخم هنگه، پس کارم تمومه. نه رفیق، صبر کن. اشتباه متوجه شدی. ما وقتی حرف از هوش میزنیم منظورمون اون هوشی نیست که باشه انتگرال سگانه حل میکنی یا پایتخت 100 تا کشور رو از حفظی. اون هوش آکادمیکه، به درد دانشگاه میخوره ولی تو بازار واقعی خیلی وقتا لنگ میزنه. من آدمایی دیدم که معدل دانشگاهشون زیر خط فقر بود ولی الان بیزنسایی دارن که 100 تا دکتر و مهندس براشون کار میکنن. پس منظورمون چه هوشیه؟ 3 نوع هوش کلیدی که برای پول درآوردن مثل اکسیژن میمونه. اول هوش مالی، یعنی الفبای پول رو بلد باشی. بدونی فرق دارایی و بدهی چیه. دارایی چیزیه که پول تو جیبت میذاره. بدهی چیزیه که پول از جیبت بر میداره. به همین سادگی. آدم بی پول ماشین گرون میخره که به نظر پولدار بیاد. آدم پولدار یک کسب و کار کوچیک را میندازه یا یه سهم خوب میخره که پول بیشتری براش بسازه. هوش مالی یعنی بتونی دخل و خرجتو مدیریت کنی و مهمتر از اون بدونی چطور پولتو به کار بگیری تا برات پول بیشتری بیاره. دوم، هوش هیجانی. این یکی دیگه غول مرحله آخره. یعنی بتونی ترس، طمع، شک و ناامیدی خودتو کنترل کنی.
وقتی بازار سهام سقوط میکنه از ترس همه داراییتو نمیفروشی. وقتی یک کسب و کار جدید راه میندازی و 2 ماه اول مشتری نداری ناامید نمیشی و جا نمیزنی. هوش هیجانی یعنی اون توانایی که وقتی همه دارن جیغ میکشن و فرار میکنن تو آروم باشی، فکر کنی و بهترین تصمیمو بگیری. 3. هوش انطباقی. دنیا با سرعت نور در حال تغییره. کسب و کاری که دیروز سودآور بود ممکنه فردا ورشکست بشه. هوش انطباقی یعنی بتونی خودتو با شرایط جدید وفق بدی، سریع یاد بگیری و راههای جدید رو امتحان کنی. یعنی اگه دیدی اینستاگرام دیگه جواب نمیده، بتونی سریع کوچ کنی به تیک تاک یا یوتیوب. یعنی به جای اینکه برای یه مشکل گریه کنی، دنبال 10 تا راه حل براش بگردی. خب، تا اینجای کار فهمیدیم که نه شانس به تنهایی کافیه و نه هوش آکادمیک. باید برای شانس آماده باشیم و باید هوش‌های درست رو در خودمون پرورش بدیم. اما اجازه بده یه راز بزرگتر رو بهت بگم. یه حلقه گم شده این وسط هست که از هر دوی اینها مهمتره. چیزی که اگه نداشته باشیش باهوشترین آدم دنیا با خوششانسترین اتفاقات هم باز تهش به جایی نمیرسه و اون حلقه گم شده سیستم هست. بذار یه خاطره احمقانه از خودم تعریف کنم. یه زمانی فکر کردم خیلی باهوشم. یه ایده ناب داشتم برای فروش آنلاین قهوه‌های تخصصی. کلی تحقیق کردم، بهترین دانه‌ها رو پیدا کردم، یه بسته‌بندی شیک طراحی کردم. از نظر هوش خلاق فکر می‌کردم ترکوندم. شانسم آوردم و چند تا بلاگر معروف حاضر شدن رایگان برام تبلیغ کنن. فروشم تو هفته اول عالی بود. ولی چی شد؟ من هیچ سیستمی برای پردازش سفارش‌ها، بسته‌بندی، ارسال و پشتیبانی مشتری نداشتم. خودم باید همه کارا رو می‌کردم. بعد از 2 هفته زیر بار سفارش‌ها له شدم. سفارش‌ها با تأخیر می‌رسید، بسته‌بندی‌ها اشتباه می‌شد، مشتری‌ها شاکی بودن و من داشتم دیوونه می‌شدم. اون بیزینس زمین خورد. چرا؟ چون من یک کارمند برای ایده خودم بودم، نه صاحب یک سیستم. سیستم یعنی چی؟ یعنی فرایندهای تکرار پذیری بسازی که بدون حضور دائمی تو هم کار کنن. سیستم یعنی به جای اینکه خودت ماهی بگیری، تور ماهیگیری بسازی. وقتی یه کانال یوتیوب میسازی و ویدیوهایی تولید میکنی که حتی وقتی خوابی هم برات بازدید و درآمد میارن، تو یک سیستم ساختی. وقتی یه دوره آموزشی آنلاین ضبط میکنی و هزاران نفر میتونن بدون اینکه تو حرف بزنی ازش استفاده کنن، تو یک سیستم ساختی. وقتی یاد میگیری چطور کاراتو برون سپاری کنی و از یه دستیار مجازی برای کارهای تکراری استفاده کنی، تو داری سیستم میسازی. شانس فرصت‌ها رو جلوی پات میذاره. هوش بهت کمک میکنه از این فرصت‌ها بهترین ایده رو بسازی. اما این سیستمه که اون ایده رو به یک ماشین پولسازی پایدار تبدیل میکنه. یک آدم با هوش متوسط و یک سیستم قوی همیشه یک نابغه بدون سیستم رو شکست میده. این قانونه. مکدونالد بهترین همبرگر دنیا رو درست نمیکنه، ولی بهترین سیستم برای فروش همبرگر رو داره. برای همینه که در هر گوشه دنیا شعبه داره. خب حالا با این همه حرف چیکار کنیم؟ الان میدونم تو سرت چیه. ایول دمت گرم، ولی من از کجا شروع کنم؟ نه پولی دارم، نه ایده‌ای، نه سیستمی. حق داری. همه ما از همین نقطه شروع کردیم. برای همین میخوام یه چالش 1 دقیقه‌ای بهت بدم. فقط 1 دقیقه. همین الان ویدیو رو نگه دار، یه تیکه کاغذ یا نوت گوشیت رو باز کن. میخوام به 3 تا سوال جواب بدی. فقط 3 تا. سوال اول: چه مهارتی دارم یا میتونم تو 1 ماه آینده یاد بگیرم؟ هر چیزی، از طراحی گرافیک با کنوا گرفته تا تولید محتوا برای اینستاگرام، ترجمه متن یا حتی خوب بازی کردن یه بازی آنلاین خاص. این میشه آمادگی تو برای شکار شانس. سوال دوم: آدمایی که به این مهارت من نیاز دارن کجا جمع میشن؟ تو گروه‌های فیسبوک، تو پیجای اینستاگرامی خاص، تو لینکدین، تو فروم‌های بازی. این میشه پیدا کردن محل بارش بارون. سوال سوم:
کوچکترین قدمی که میتونم بردارم تا این مهارت رو به یک نفر، فقط یه نفر عرضه کنم چیه؟ مثلا ساختن یه نمونه کار ساده و فرستادن به 5 نفر، یا نوشتن یه پست مهمان برای یه وبلاگ، یا کامنت گذاشتن زیر پست یه پیج و ارائه کمک. این میشه اولین آجر برای ساختن سیستم تو. همین. ثروت ساختن یک شبه اتفاق نمیفته. با خریدن پکیجای ما یک شبه پول دارت میکنیم هم به دست نمیاد. ثروت نتیجه صدها تصمیم کوچیک و درسته که در طول زمان روی هم جمع میشن. نتیجه ساختن یک سیستم آجر به آجره. حالا نوبت توه. تو کامنت ها برام بنویس جواب سوال اولت چی بود؟ چه مهارتی داری یا میخوای یاد بگیری؟ بیا توانایی های بچه های این کانال رو همین پایین جمع کنیم. شاید مهارت تو گره از کار یکی دیگه باز کرد. لایک و سابسکرایب هم یادت نره که کلی حرف نگفته دیگه تو راهه. دمت گرم که وقت گذاشتی. برو اون سیستم لعنتی رو بساز. من بهت ایمان دارم.